در سالهای 90 قرن گذشته زمانی که افغانستان تحت تصرف طالبان قرار داشت، این جنبش افراطی موسیقی، تلویزیون، ورزش و رقص را منع کرده مردم را برای شنیدن موسیقی مجازات میکرد. بعد فروپاشی حکومت طالبان در آخرهای سال 2001 وضع در افغانستان به تدریج دیگر شد و در این کشور چندین شبکه تلویزیونی، ورزشگاه‌ها و تالارهای رقص و آهنگ فعال شدند. ولی هنوز هم به صورت عموم جامعه افغان محافظه‌کار باقی مانده است و زنها حالا هم چهره خود را در زیر برقع پنهان میکنند. با این هم یک گروه خانم‌های فعال افغان در یک تالار ورزشی کابل رقص زومبا را آزمایش میکنند. زومبا از رقص‌های اصلی مردم امریکای جنوبی بوده، حالا در سراسر دنیا طرفدار پیدا کرده 2 ماه پیش تا کابل هم رسیده است. خانم‌های افغان با پیروی از نوار در تلویزیون حرکت‌های استادان این نمود رقص را تکرار می‌کنند. مربی زومبا خانم آتینا محمدی میگوید این نوع رقص به خانم‌های افغان پسند است و معمولاً هر عضو نوی گروه روز دیگر یک هوادار دیگر را با خود می‌آورد. مدت 2 ماه شده که وارد افغانستان شدن این ورزش، ما با علاقمندان زیادی مواجه هستیم و مورد پسند همگان واقع شدن و انشالله در آینده امیدوارم همینطور بشن و در سراسر ولایت افغانستان بگنجاین و هر کسی که آمدن این ورزش رو در یک جلسه که دیدن، خوشبختانه از هر خانواده 3-4 تا تو این ورزش آمدن. خانم آتینا میگوید حرکت‌های این رقص عین همان حرکت‌هایی است که یک طبیب برای گردش بهتری خون به بیمار توصیه می‌دهد. جامعه افغانستان مردمشون تا در لب مرز نرسیدن و توصیه دکتر ندیدن سراغ ورزش نمیاد و زمانی که دکتر توصیه میکنن که باید ورزش انجام بدیم اینا سراغ ورزش. دختر 18 ساله میژگان احمدی تمرین زومبا را برای صحتی جسمانی و روانی مهم می‌شمارد. این ورزش علاوه بر اینکه به خاطر تناسب اندام است، به خاطر آرامش فکری هم میباشه. یعنی وقتی که بخوایم که آرامش فکری پیدا کنیم، ورزش زومبا بهترین ورزش برای آرامش فکری میباشه. میژگان خوشحال است که امنیتی آنها در ورزشگاه تامین است. به قول این خانم افغان، ورزش رقص به زدودن خستگی از جنگ و ناآرامی‌های اخیر این کشور کمک میکند. ترس خوب هست، یعنی چون همینجا خود ما در کلاب ورزشی که هستیم خود ما از ایراز داریم که یعنی کسی داخل ورزشگاه نشه، ولی باز هم کوشش میکنیم که می ترس از بین ببریم. در راه هم از مشکل است ولی کوشش میکنیم که تا حدی ایستادگی کنیم در مقابل مشکلات.